یه دوربینی هست که شما میگیرید برای کارهای تبلیغاتیتون ازش استفاده میکنید و اون دوربین خیلی مهم نیست که چیه، کیه، کجاست. در نهایت اون خروجی مهمه که شما از اون کار چی در میارید. سلام، امروز اومدم تجربه شخصی ما از استفاده ZV-E10 بهتون بگم که میشه گفت این اولین ویدیوی این فرمتی منه و خواستم راجع به اکویپمنت خودم اول شروع کنم و دونه دونه راجع به اکویپمنت های خودم بهتون بگم که چرا اصلا من این اکویپمنت رو خریدم، چی شد که رفتم اینا رو انتخاب کردم، بین چیا مونده بودم، چی بود اصلا، داستان چی بود. راجع به این دوربین میتونم بهتون بگم که دوربین قبلی من نیکون D810 بود که دوربین فول فریم بود، خیلی گنده بود، خیلی باف بود، خیلی توپل بود، خیلی در کل به درد فیلم برداری اونقدری نمیخورد. وقتی که من میخواستم برای فیلم برداری ازش استفاده کنم مجبور بودم که حداقل نمیدونم حدودا 2 کیلو دوربین رو بلند کنم و مثلا کمرم و این داستانا بهم خیلی فشار میومد. این 2 کیلویی که بلند میکردم تو طولانی مدت دستم اینجوری لرزه میگرفت و فلان و اینا. دیگه خودتون میدونید که اگه دوربین سنگین باشه چقدر ممکنه توی فیلم برداری بهتون آسیب بزن. رفتم دیوار ببینم که میتونم چقدر این دوربین رو بفروشم و دیدم یه چیزی هولوش 33 تومن اینا میتونم بفروشم. اون دوربین فروختم و یه مقداری گذاشتم روش. اون موقع ZV-10 یه چیزی هولوش 40 تومن بود، گرونتر بود و من این دوربین رو خریدم. وقتی دوربین رو خریدم همه بهم گفتن وای تو رفتی کراپ فرمت خریدی، چرا رفتی دوربین APS-C خریدی؟ دوربین APS-C خیلی به درد نمیخوره، نور بد، نمیدونم این بد، اندازه سنسور بد، تصویر بد، نویز. من این دوربین رو گرفتم و شروع کردم ازش استفاده کردن. الان داره ریکورد میشه. شروع کردم ازش استفاده کردن، پروژه بگیرم، پروژه‌های زیادی گرفتم. برو بابا 2 تا پروژه بیشتر نگرفتم تا الان ولی خب در هر صورت 2 تا پروژه بود و این 2 تا پروژه رو من تمام کاراشو با این دوربین دارم انجام میدم. همین ویدیویی هم که الان دارید میبینید با همین دوربینه. این دوربین فیچرهای خوبی داره. چرا؟ چون جدیده نسبت به دوربین قبلی من و استابلایزر داخل سنسور داره، یعنی از درون میتونه استابلایز کنه که من با اون فعلا کاری ندارم. کلا دوربین جدیدتریه، سونی ساختتش. مهمترین چیز سبک، ایمانتای سونی بهش وصل میشه، چیزی که من تو نیکون هیچ جا نمیتونستم لنز اجاره کنم. فلیپ اسکرینه که نیکونم نبود اینجوری، یعنی من میتونم این صفحه‌شو اینجوری برگردونم و همین الان که اینجا من دارم تصویر خودم رو میبینم اینجا هم دارم توی لنز به شما نگاه میکنم و اینکه در کل اینجور فیچراش خیلی به دردم خورد. ولی مهمترین چیزی که برای من داشت سبک بودنش بود. وقتی که من میرفتم سر پروژه دوربین رو میگرفتم، مثلا یه سری حرکت‌های خیلی بیسیک میخواستم انجام بدم، این دوربین باعث میشد که من بتونم راحت این حرکات رو انجام بدم، راحت بیرول دنبال سوژه برم، دنبال دست طرف برم، دنبال این کارا بکنم، دنبال اون کارا بکنم و این داستانا. و در کل به نظر من انتخاب خیلی خوبی بود. پولی که در کل خرج کردم برای کاری که الان دارم میکنم به عنوان یک فیلم بردار و ریل ساز، میتونستم با این پول برم یه دوربین فول فریم خوب بخرم، ولی من این کارو نکردم. به جاش هوشمندانه فکر کردم. من این ویدیو رو ساختم که بهتون بگم اونقدر مهم نیست که چه دوربینی دارید میخرید یا چی کار دارید میکنید. ZV-10 انتری لول بازاره، یعنی شما بیسیک ترین دوربین و ارزون ترین دوربینی که میتونید بخرید ZV-E10 که به نظر من دوربین خارق العاده ایه. یعنی من سرمایه گذاریمو گذاشتم روی نور بیشتر، نور، گیمبال و یه سری تجهیزات دیگه که بیشتر به درد کارم میخوره، بیشتر رو خروجیم تاثیر داره تا اندازه سنسور. چون در نهایت قراره اون تصویر رو توی اسکرین انقدری ببینید و برای من اونقدری مهم نبود که مثلا الان به جای اینکه FM 1.8 بشه 2.4 یا مثلا ضریبی که میخوره، اتفاقا ضریبه رو بیشتر دوست دارم، ضریبی که میخوره به جای 50 بشه مثلا 80 خورده ای یا خیلی چیزای دیگه. اینجا نوشتم که تجربه من کلا از کار با ZV-10 توی کارهای تبلیغاتی نه توی ولاگ چی بوده. یه دونش سبک بودنشه که فکر کنم 50 بار روش تاکید کردم. یه دونش تکنولوژی جدیده، ترکینگ فوکس، اینی که من الان مثلا میزنم روی چشمم مثال و هر جای من از این اتاق برم فوکس روی چشم منه
این توی کارهای تبلیغاتی خیلی به دردم میخوره. چرا؟ یه لیوان قهوه رو میخواد از اینجا خب که فوکس داره میکشه بکشونه اینجا و من این ترکینگ فوکس رو میذاشتم روی اون لیوان قهوه و خیلی راحت با فوکس رو میکشید خودش. خیلی هم اتفاقا به نظر من ضریب خطای کمی داره و خیلی کار تمیز در میاره، یعنی اونقدر کثیف در نمیاره. اگرم میبینی اونجا داره فوکس نمیکشه یه بار دیگه میگیره، اگه دوباره نکشید یه بار دیگه، نهایتا 3-4 بار کارو در میاره. یه مورد دیگه ای که من خیلی 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 تو این دوربین دوست داشتم این بود که فول HD 120 فریم میگیره. فول HD 120 فریم الان شاتاشو میارم تو تصویر ببینید که چقدر اسلو موشن نرمی به شما میده و این اسلو موشن خیلی جاها میتونه اصلا یه حس ماما میا بابا بیا کارچلا با رایحه بوی ترش برای شما ایجاد کنه و واقعا حس خوبی میده. در کل یه دونه ایمانت بودنشه که گفتم. یه موردی که شاید خیلی دوستش نداشته باشن ولی من خیلی دوستش دارم اینه که یه ضریب 1.6 میخوره این دوربین روی لنزای فول فریم. یعنی من اگه لنز 50 پرایم بندازم روش با f1.8 fش میشه 2 حدوداً 4 و 50ش میشه 85 86 حدوداً روی این عدد یا 84. الان نمیتونم دقیق حساب کنم. وقتی که این ضریبو میخوره توی ویدیوهای تبلیغاتی من بیشتر دوست دارم تصاویرم کلوزآپ باشه، چون بیشتر دوست دارم اون حس این که تو دلت میخواد همین الان اون مثلا قهوه رو برداری بخوری یا مثلا اون کروسان رو بخوری بیشتر برای آدم ایجاد بشه و به نظر من با تصویرهای بسته ما این فوکس رو میتونیم رو اون غذا بیشتر داشته باشیم و اون هوس برانگیز بودن غذا رو بیشتر میتونیم بکنیم و من این ضریب 1.6 رو به خاطر این خیلی دوست دارم. یعنی به نظر من یکی از چیزاییه که شاید من این دوربین رو اصلا هیچ وقت بهش دست نزنم و همیشه سر پروژه ها با خودم ببرم به خاطر این ضریب 1.6 یا اینکه به یه FX ارتقاش بدم. حالا این همه خوبی ازش گفتیم، بریم سراغ بدیایی که من تو کار ازش احساس کردم. نمیتونم بگم هیچ تأثیری روی کار نداره، اعصاب آدم حداقلش خورد میکنه. من خودم آدم کمالگراییم و وقتی یه همچین اتفاقی برام میفته یه جوری حس بهم دست میده که انگار این دوربین الان کافیم نیست، دوست دارم دوربینای خفن‌تری داشته باشم. اگه با این قضیه اوکی این که اصلا مشکلی نداره، نور خوب بخرین، این قضیه رو کاملا کاور میکنه و وقتی نورتون به اندازه کافی باشه اصلا نیازی ندارین شما دیگه حساسیت سنسورتون رو بیارین بالا که بخواد تصویرتون گرینی بشه. یه موردی که به نظر من مشکل توی کار حرفه‌ای با این دوربین نداشتن ویزور. من خودم جاهایی شده که اون ویزور نبوده و من میخواستم دقت زیادی روی تصویر داشته باشم، حتی روی تصویر ویدیویی روی ترایپاد یا سه‌پایه، که من میخواستم ببینم که دقیقاً رو چی فوکسم، دقیقاً دارم کجا رو نگاه میکنم و دقیقاً چی دارم میبینم. وقتی ویزور نداشته باشی این دقت ازت کم میشه و اون LCDش هم جواب ویزور رو اونقدر دقیق بهت نمیده. شارژش تمام شد و مورد بعدی هم که میخوام بگم دقیقا همینه. یه لحظه وایسا من باتری رو عوض کنم. A few moments later. خب مورد بعدی که میتونم بگم یکی از معایب این دوربینه اینه که باتریش خیلی زود تمام میشه، خصوصا وقتی دارین رو 4K فیلم برداری میکنید. وقتی دارین رو 4K فیلم برداری میکنید انگار داره مثلا آب میخوره، قلوب 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 همینجور باتری رو داره مصرف میکنه، اصلا رحم نداره، مروت نداره. من همین الانش این باتری رو که باتریش هم خیلی کوچولو موچولوه من همین الان این باتری رو که اینجا دارم دوباره دارم میزنمش به شارژ که شما هم ببینید. و یکی از بدیایی که خریدن این دوربین داره اینه که وقتی دوربین رو میخرید با خودش یه شارژر این مدلی نداره که بتونید دوربینتون رو نزنید به شارژ و باتری رو در بیارید و باتری رو بزنید به شارژ و شما نیاز دارید که یه همچین چیزی براش بخرید و باتری دوم 100% نیاز داره، یعنی حتما باید باتری دوم رو بخرید، اصلا ردخور نداره. اگه میخواید باش کار حرفه‌ای یا ولاگ انجام بدید 100% باید براش باتری بخرید. در کل دوربین پرفکتیه برای ولاگ گرفتن، یعنی سبک، رو هر سه‌پایه‌ای وصل میشه، رو هر چیزی که پیچ 1/4 اینچی بخوره این وصل میشه، یعنی اصلا مشکل نداره. وزنش اندازه گوشیه چون همه چی میتونه نگهش داره. همین الان من دارم روی اسندی باهاش کار میکنم که مال دوربین نیست، عملا مال گوشیه، ولی خب من روش سوار کردم و بدون هیچ مشکلی
وزن دوربینمو تحمل کردم. یه موردی که شاید بعضیا مشکل بدونن همون 1.6 کراپشه که به نظر من مشکل نیست. یه مورد دیگه از بدیایی که من توی کار کردم با این دوربین داشتم اینه که زیادی دیگه سبکه. یعنی من روی این گیمبال بعضی وقتا میخوام بالانسش کنم به مشکل برمیخورم. این هم گیمبال خیلی مثلا مخصوص دوربینای سنگینی نیست. این گیمبال آرستیری مینیه و مختص دوربینای میرورلس و دوربینای میرورلس با لنزای سبکه، یعنی تا 2.2 کیلوگرم میتونه استابلایز و موتوراش میتونن هندل کنن. ولی روی این دوربین بعضی وقتا زیادی روش سبکه و اون بالانس کردن شاید به چالش بخورین، یعنی مجبور بشین دوربین رو روشن کنید یا مثلا لنز سنگین تری که نمیخواید روش ببندید، یا مثلا اینکه با لنز کیتش دارم میگم کلا ممکنه حین استفاده از گیمبال از این دوربین به یه چالشایی بخورید، ولی اونقدر چیز گنده نیست. من اینجوری نبوده که بگم نتونستم با گیمبال کار کنم، یه ذره ور رفتم، مثلا این آوردم جلو اون آوردم عقب، این ور اون ورش کردم، درست شده. حتی اینکه بدون اینکه بگم چیزی اضافه کنم به وزن دوربین همه چیش اوکی شده، یعنی اوکی بوده در نهایت. فقط یه کوچولو باید صبر داشته باشید حین استفاده از این دوربین با لنز کیتش روی گیمبال. یه مورد دیگه که من میخواستم بگم از خوبی این دوربین لنز کیتشه. لنز کیتش به نظر من لنز خیلی کامل و لنز عالیه. 16 تا 50 میلیمتر فوکال لنثشه، یعنی اندازه فاصله کانونیشه 16 تا 50 و افش توی 16 3.5 و توی 50 5.6 میشه که به نظر من خوبه در کل، یعنی تو شرایط نوری کم جواب نمیده. ولی خب شما اگه هزینه کنید و نور بخرید، یه موردی این که من خیلی باش حال نمی کنم و توی حتی FX3 هم من دیدم هست، FX3 هم من دیدم هست، ولی من کلن با این فیچر سونی حال نمی کنم، اینه که یه چیزی اضافه کرده جلوی شاترش، واید و تل است. خب یعنی شما میبرین رو به واید، اینها الان البته فکر کنم واید ترین حالتش، ای بیارم رو به تله نگاه کنید کم کم چیز میکنه. اینو من خیلی دوست ندارم، چون یه ذره احساس چیز بودن به آدم دست میده، یه ذره احساس دوربین بودن، یه ذره احساس دوربین کامپکت بودن یا مثلا دوربین خونگی بودن به آدم دست میده. در کل به نظر من اگه قصد خرید این دوربینو داری بین آلفا 6400، آلفا 6500 و آلفا 6600، به نظر من دوربین خوبیه. نمیگم بهتر از اوناست، اونا شاید فیچرهایی داشته باشن که این دوربین نداشته باشه، ولی در نهایت سنسورشون یکیه و به نظر من اگه بخوای پول اون دوربینا رو بدی شاید یک مقدار اضافه داری پول میدی بدون هیچ دلیلی و این دوربین به اندازه کافی کارتو داره راه میندازه. به نظر من مثلا این دوربین رو به جای 6600 بری این دوربین رو بخری با یه ست نوری کامل خیلی بهتره برات تا اینکه بخوای 6600 بگیری یا مثلا آلفا، نمیگم آلفا 7 سیا، ولی خب بین 6600 این میتونم بگم که قطعا اینو بخر و برو نور بخر، چون نور چیزیه که خیلی بیشتر روی کارت تاثیر داره. مرسی که این ویدیو رو تا اینجایی که هست نگاه کردی. امیدوارم این ویدیو بهت کمک کرده باشه، چون این اولین ویدیوی من بود راجع به این مباحث و نمیدونم روش تسلط کافی داشتم. اگه دوست داشتی این ویدیو رو حتما خوشحال میشم، خیلی خوشحالم میکنی چنل منو سابسکرایب کنی و به جمع ما بپیوندی. این چنل قبلا چنل گیم بوده و اگه الان ویورای گیم من اینو دارن میبینن و ناراحت شدن از اینکه چرا من دارم یه همچین ویدیوهایی میسازم، من از صمیم قلبم از همتون عذرخواهی میکنم. و اگه ویور جدیدی هستی و اومدی توی چنل من و با این ویدیو حال کردی، میتونم بهت بگم که قراره چنلمون رو همین محوریت بمونه و راجب چیزی باشه که من علاقه‌شو بیشتر دارم، نه اینکه بخوام راجب گیمی براتون تولید محتوا کنم که نمیدونم تا 1-2 سال دیگه ممکنه بازی کنم، ممکنه اصلا وقتشو داشته باشم بتونم بازی کنم یا نه که بتونم راجبش براتون دوباره یه وقتی بذارم که محتوا تولید کنم. به خاطر همین نمیتونم بهتون قول بدم که روی اون پلتفرم قبلی دوباره مثلا فعالیت بکنم. این یه ویدیو جدید، دنیا مثلشو ندیده، پس اگه خوشت اومده
چنل منو سابسکرایب کن. مرسی که هستی. تا ویدیو بعدی خداحافظ. Roll the outro music.